واقعیت یه چیزی امروز پی بردم، گفتم شما هم باید حتما ببینیدش. قطعا همتون با این سیستم‌های فروش مثل اسنپ پی و دیجی پی و اینا آشنا دارید دیگه. حالا یه بخشی از پول ازتون اول میگیرن، بعدش هم قسمت‌بندی میکنن، 3 قسط 4 قسط و اینا. شعارشون هم اینه که بدون سود و بدون ضامن و اینا، خیلی تو بوق و کرنا میکنن. حالا اتفاقی افتاد امروز من دنبال یه ضبط ماشین میگشتم برای ماشینی که می‌خواستم بخرم. حالا این مدل انتخاب کرده بودم، داشتم نگاه می‌کردم، هولوش قیمت مثلا 5200. بعد ازم بزرگی از خودم گفتم خب من 10 میلیون تومان اعتبار اسنپ پی دارم، بذار برم ببینم میتونم ازش استفاده کنم و اینا. خب حالا آدم میگه سودش اگر کم باشه، چون من میدونستم سود میگیرن، چقدرشو نمیدونستم. سودش کم باشه و اینها، خب میارزه آدم 4 تا قسطش میکنه، پرداختش میکنه و اینها. بعدم همون مدل ضبط رو سرچ کردم تو اسنپ پی، این قیمتیه که داره من ارائه میده. حالا میخوام یه چیزی رو براتون محاسبه کنم مغزتون درد بگیره. ما کلا 5 میلیون تومان برای خرید اون ضبط لازم داریم دیگه، درسته؟ این داره به ما میده 6 میلیون تومان این ضبط. حالا اون عددهای خوردهش رو روند کنیم، یعنی ما از اون 4 تا قسطی هم که بهمون میده که یکیشو نقدی میگیره اول، یعنی کلا 3.5 میلیون تومان داره به ما وام میده که با اون 1.5 هم که داره نقدی از ما میگیره بشه همون 5 تومانی که ما لازم داشتیم برای خرید ضبط به قیمت نقدی. یعنی به ما داره 3.5 میلیون تومان وام میده، هر قسطش هم که 1.5 دیگه 6 میلیون تقسیم به 4 میکنه، یکیشو نقدی اول میگیره، سه تا دیگه‌ش هم یه ماه میگیره. این میشه فرمولش دیگه، یه ماه 3 تا قسط هم داره. من میخوام اینو ببینید الان و بعد از اینکه مغزتون درد گرفت که با نرخ سود سالانه 164% مواجه شدین، این سوال رو بپرسیم از این ساختارها و کسایی که نظارت میکنن بهشون، ناظرشون نمیدونم کیه. عوضی ترین و آشغال ترین نزول بگیر بازار الان داره 178 میگیره. این سری چند میشه؟